گایا رو اگه ما بخوایم مثل یه شخصیت در نظر بگیریم، داستانمون یه جورایی نصف نیمه میشه. گایا رو باید مثل یه نیرو ببینیم، زمینی که انقدر چشم به راه میمونه تا بالاخره جهان شکل بگیره. مثل هر فرهنگ دیگه‌ای، فرهنگ یونان هم از هیچ مطلق شروع میشه. یه قسمتی از جهان هست که نه نور نه تاریکی، صرفاً هیچیه. به اون هیچی توی فرهنگ یونان میگن کائوس. گایا سرزده از دل همین کائوس به وجود اومد. نه از کسی زاده شد، نه از جای خاصی اومد. گایا خود به خود به وجود اومد. گایا در واقع خود زمینه، خود کره زمین اسمش توی فرهنگ یونان گایاه. گایا جهان رو سنگین کرد، جا داد، شکل داد و بعد از دل خودش اورانوس یعنی همون آسمون رو به دنیا آورد و آسمون سقف زمین شد. روی زمین پهن شد و بعدش اولین رابطه گایا و اورانوس اینجا شکل گرفت. از رابطه گایا و اورانوس یعنی همون زمین و آسمون کائنات به وجود اومدن و اولین نسلشون هم تیتان ها بودن. تیتان ها یه نسلی هن، یه موجوداتی هن که قبل از خدایان المپ روی پوسته یونان زندگی می‌کردن، اگه بخوام راحت بهتون بگم. اما قصه گایا و اورانوس یعنی زمین و آسمون همینقدر آروم جلو نرفت. بعد از یه مدت آسمون از ترس فرزندانش اونها رو توی شکم زمین زندانی کرد. تصور کن که گایا باردار شد و یه جورایی تحت یه فشار و درد شدیدی بود و بعدش یک نقشه شکل گرفت. گایا یه داس کوچیکی ساخت و اون رو به یک تیتان کوچولو داد. تیتان اسمش کرونوس بود. کرونوس هم یه گوشه کمین کرد و وقتی که اورانوس یا همون آسمون رسید پیشش، با اون تبر زد و آسمون رو زخمی کرد و اولین خونی از اورانوس چکید روی گایا، باعث شد که یک نسلی از غول‌ها به دنیا بیاد. غول‌ها هم که یک سری موجودات کارخرابکن شرن. گایا همیشه فقط مادر زمین نیستش، مادر نظم و مادر آشوب هم هست. اون یه جایی از داستان به تیتان‌ها کمک میکنه، یه جایی به زئوس مشورت میده که اونا رو نابود کنه و نسل خدایان المپ رو به وجود بیاره. توی همه لایه‌های این داستان گایا یه جورایی مثل وجدان خام جهانه، زمینی که خلق میکنه، تحمل میکنه، اعتراض میکنه، نابود میکنه و دوباره خلق میکنه. قصه گایا قصه اولین تکون جهانه، اینکه هر آفرینش بزرگی همراه خودش درد داره، سختی داره، رنج داره، تحمل داره و به نظر من همه زنایی که روی زمین زندگی میکنن یه ویژگی هایی دارن که دقیقاً عین گایاست و به نظرم تو باید این ویدیو رو بفرستی برای اون زنی که میشناسیش، مثل گایا، مثل مامانت یا هر زن دیگه‌ای که مقاومه، محکم، صبوره و به موقعش نظم موجود رو به هم میزنه که از توی دلش چیزای جدید بیافرینه.